سلام علیکم برادران اهل اسلام. عربی خونه ابدی برادران. کوشش کنیم فقط برادران را دست ندید. در خدمت پدر و مادر باشه. عاقبت همه دین همیشه خدا نصیب کردگی باشه. انشاءالله خداوند اگر که لایق بینه همیشه واسه میشه، اگر لایق نبینه هیچی نصیب برادر. خدمت پدر و مادر کن، دعای پدر کن، دعای پدر بگی. این دنیا دو روزه، پول، مال، وظیفه، منصب همه سر دستای بمونه. اینی تمیوه این همیشه دایره. این هم تا لایق بینه، این تا خواه میکنه، این تا این همیشه خواه میزنه. خدا خواد اگر خداوند نصیبت کنه، نصیبت که نه جوره وقت جان کنی و تو وای چرا تو او نه زنت قتیل میدره ایجا، نه کودکت، نه پولت، نه مالت، فقط عمل صالحت میدره ایجا برادر اهل اسلام. الله اکبر. خدایتان